در پایتخت ارمنستان صدها نفر با دعوت به صلح در نزد سفارت روسیه جمع شدند. اعتراضگران با اشاره به وضع ناگوار در قره‌باغ کوهی ابراز داشتند که روسیه با فروش اسلحه به آذربایجان باعث افزایش خشونت در این منطقه گردیده است. در برخوردهای اخیر منطقه قره‌باغ کوهی چندین تن از بین ارمنی‌ها و آذربایجانی‌ها به هلاکت رسیدند. در گرجستان مراسم یادبودی ششمین سالگرد جنگ با روسیه برپا شد. سروزیر ایراکلی غریباشویلی از قبرستان قربانی‌های این جنگ واقع در شهر تبلیسی زیارت کرد. جنگ 5 روزه برای تصرف منطقه جدایی‌خواه اسیته جنوبی حیات تخمیناً 200 نظامی و افسر پلیس و همچنین 200 فرد ملکی را از بین برده است. در شهر اسلام آباد پاکستان مقامات در عرفه گردی همایی‌های اعتراضی در جای‌های به قول آنها حساس ماشین‌های بارکش و کنتینر مستقر نمودند. مخالفان حکومت پاکستان 14 اوگوست در روز استقلال این کشور راهپیمایی‌های اعتراضی با تقاضای استعفای سروزیر نواز شریف را مد نظر گرفتند. به گفته منصبداران در گوشه‌های مختلف اسلام آباد 900 کنتینر گذاشته شده است. رهبران مخالفین نواز شریف را به تقلب در انتخابات سال 2013 متهم می‌کنند. در قزاقستان گروهی از صاحبان منزل‌ها به کنسولگری روسیه در شهر المعطا نامه تسلیم نموده درخواست کردند که بحث آنها با بانک‌های قزاقی را حل کند. نمایندگان کنسولگری روسیه در جواب ابراز داشتند که روسیه به امور داخلی قزاقستان دخالت نمی‌کند. با اشاره به بی‌قرب‌شوی پل ملی قزاقستان تنگه، بسیاری از صاحبان منزل‌ها طلب دارند که بانک‌ها قرض آنها را بازبینی نمایند. در قرقیزستان 6 مهندس یک ماشین برای مسابقه ها اختراع نموده آن را تولپر نام گذاشتند. این گروه 6 ماه را سپری کرده است تا این ماشین دارای 380 قوه اسب را به حرکت درآورد. مؤلفان میگویند جوابگوی می باشد.